السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من یک مخلص شما هستم. عاشقان را اسلام چی میگوید؟ عاشقان را اسلام سخنی سخت نمیگوییم. عاشقی این جایز نیست در اسلام. دادرای عزیز، جوانای عزیز، عاشقی خود معنی ندارد. هر کسی را که شما میخواهین که نکاح کده گیرین، شما را اسلام رخصت داده است که رفته چهره وی تماشا کن، رو وی ببین، خوب است، خوب صورت است، بد صورت است، خوش سخن است، بد سخن است، همه اینها را از تجربه بگذران و بعداً چیکار کن؟ و نکاح کده بگیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، ما قرار داریم در داروخانه شفافرما به شما داروهای طبیعی از علفتیار شده را از داروخانه شفافرما رو توصیه میکنیم. مثلا برای بزبله شدن، برای بغمده، برای بقوت کردن مردانگی، برای گمرای ژنسکی здоровья، روغن‌های تازه سیاه دانه، قیصل هندی و دیگر غیره، برای خراب شدن، فربه شدن، پروستات، بسیار داروها را شما از داروخانه شفافرما میتونید با باوری کامل دسترس نمای رقم‌ها در روی اکران زنگ زنید. اینها سبب خدا شفا. شفافرما همه روز شما. شخصانی که خواهش گذشتن سرحد قزاقستان را از شهر مسکو دارند، برای شما بهترین کمپانی را توصیه می‌دهیم. کمپانی دارای ماشین‌های زمانوی است. شما را آمده از جای زیستتان گرفته با سرحد قزاقستان برده و ساق سلامت با خواست الله آورده میرسانند. در دکومنت‌ها یگان مشکلی باشد خودشان حل می‌کنند. و خوبی کمپانی در این است که برای زنها امکانیت رفتن را داده است. با ماشین‌های مخصوص و راننده زن باشد. از نام شبکه حاجی میرزا گپ زنید، برای شما تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر بر رقم های روی اکران بوده تماس بگیرید. الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از پروردگار مسئله دارم، التجا داریم که خدای مهربان از همه فیض و فتوحاتی این روز جمعه همه ما و شما را خداوند برخوردار بگرداند و خدای مهربان در هر قدم های شما حسنات بنویسد و گناه های شما را خدای مهربان مغفرت بگرداند و خدای مهربان این جمعیت ما را عمر دراز و خاطر جمع نصیب روزی بگردان. فرزندهای ما را هم خدای مهربان اهل هدایت و اهل توفیق بگردان. خدایا در دل ما محبت خودت را، محبت پیغمبرت را، محبت اسلامت را باز هم زیادتر خدایا جایگیر بگردان و خدایا غیرت اسلامی ما را زیاده بگردان. خدایا دشمنان ما را، بدخواهان ما را هیچ وقت به مراد و مطلوبشان موفق نگردان و خدایا جمهوری ما را آباد بگردان، صلح و آشتی و یکدیگر فهمی و آبادی را در این جمهوری تاجیکستان دائما ابدا نگه بدار و خدایا رهبر دولت ما را هم که برای آبادانی این تاجیکستان سعی و کوشش ها دارد،
خدایا ایشان عمری دراز و توفیق با رفیق نصیبش بگردان. و خدای مهربان امروز اولاد و اجدادهای گذشته که داریم و در عالم قبر خوابند، خدایا ثواب این موعظه ها را، ثواب این روز جمعه را به روحشان برسان، روح اونها را از این جمعیت ما راضی و خرسند بگردان. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين که ما در دوام 4 جمعه از فضیلت خیر و احسان بهر شما صحبت داشتیم که الحمدلله من باوری کامل دارم که شما از این 4 ساعتی که در 4 جمعه صدا داد شما فهمیدید که خیر و احسان از جانب بنده چقدر فضل و چقدر اجر دارد. و در بین این موعظه ها برای همه شما من باز گوشزد کردم که بهترین صدقه همون صدقه است که ما کان عن ظهر غنا، این حدیث پیغمبر است که فقط صدقه همون صدقه هست، اجر در همون صدقه هست که اگر آدم از حساب داراییش کند، از حساب دولتش خیر احسان کند. زیرا برای آدم دولتدار خیر و احسان کردن هیچ غم و اندوه را برپا نمی کند. اگر شرایط من بهتر باشد، اگر پسنداز من خوب باشد، اگر هرچی خیر احسان کنم باز خرسند می شوم، نه غمگین نمی گردم. و اسلامم قرآنم اللهم حبیبشم همین سپارش‌ها را برای ما و شما مطرح کردند که انسان‌هایی که شرایط دارین، دولت دارین، دست فقیر و دست بیچاره و دست بیوزن و دست یتیم بچه ها را گیرین، دعای اونها را گیرین و به سبب این خیر احسانتان، به سبب این جوانمردیتان باز دولت شما را الله زیاد میکند، باز مال شما زیاد میگردد. چگونه که حبیب خدا حضرت با این قدر بزرگی قسم میخورند والذی نفس محمد بیدی، قسم بر آن خدایی که جان محمد در دست اوست. چی قسم میخورد؟ ما نقص مال عبد بالصدقه، هیچگاه انسان اگر خیر احسان کند، ای انسانهای دولتدار، پیغمبر قسم خورده ایستاده است، قسم به الله میگوید حبیب خدا، ای انسانهایی که دولت و شرایط دارین، شما خیر احسان کنید مال شما کم نمی شود، بلکه الله در بالای مال شما باز مال زم میکند، مالتان میدهد. وقتی تو یک یتیم بچه را یاردم میکنی، یک طالب علم یاردم میکنی، یک مسجد را بنا میکنی، یک راه را تیار میکنی، یک آبیاری میکنی و دیگر خدمت هایی که وجود دارد و او بنده های خدا دست میبردارند و میگن پروردگار این جوان مردم مالش زیاده بگردان، دعای اونها در نزد خدا قدر دارد، قیمت دارد. وقتی یک طبق خوراکی را که در خانه یک همسایه و یک فقیر روان میکنی وی دستش در آن خوراکی با لذت وقتی دراز میکند، بی واسطه وی میگوید که خدا پدر و مادر تا رحمت و مغفرت کند، خدا مرادها تا حاصل کند. دعای این پروردگار میشنود، دعای او را خدا قبول میکند. لیکن بازگشته میگویم که برادرایی که شرایط ها ندارین، قرضدار هستین، در بدر هستین، فرزندهای در غریبی دارین، برای شکم شما را سیر کردن، اسلام به ذمه شما خیر احسان فرض نگردانید، واجب نگردانید. من انشاءالله
در باب فضیلت زکات و وعید بی زکات ها ان شاء الله در همین نزدیکی صحبت دارم. شاید این جمعه آینده شود. فقط شما آن خیر احسانی که می شود از جانب برادرها اونها را گرفته استفاده برید. من به خاطر چی اینقدر جمعه های زیاد در اطراف این فضیلت صدقه صحبت کردم؟ تا که شما آگاه شوید که این مشکلاتی که ما و شما بالای خودمان آوردیم این اسلام نمیخواهد. اینجا عیب اسلام نیست، اینجا عیب قرآن نیست، اینجا عیب خود ما و شما هست که این بار وزنین در گردن خود بار کردیم. این عیب ما و شما هست. اینجا اسلام گناهگار نیست. اسلام به ذات خود ندارد عیب. هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. اسلام هیچ عیبی ندارد. انشاءالله امروز سوال هایی که خیلی شد جواب هاشون منتظر هم میخواهم در اطراف اینها که خیلی سوال های زیاد آمده است گفتیم دیگر سوال ننویسید تا که اونها را منال جواب گفتن در خدا دانا است که اونها را جواب میگوییم. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. سوال میگویم بعد از مستحب دستت را به صابون بشو یا 3 بار در خاک بزن؟ درست جواب گویی. البته هر یک انسانی که شما مستحب میکنین، یعنی بعد از حاجت خانه برآمدن خواهین که دست هاتون شوین، یعنی بعد گویم از حاجت خانه برآمدن ما و شما مستحب آبی میکنیم. وقتی مستحب آبی که کردیم بهترین صورتش همین است که امروز در خاک نی بلکه به صابون اگر دست هامون شوییم. امروز شکر خدا که صابون در شرایط ما و شما وجود داره. بهترین صورتش همین است که پیش از آنی که به طهارت دست رو گوییم ما و شما شروع میکنیم اول دست هامون به صابون شوییم تا که همون بوی دستی که همون بویی که در دست ما و شماست همون بوی دور شود و بعدا ما و شما پیوسته طهارت ما دوام دهیم. این بهترینی صورتش است. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. با این سوال من جواب گویید که از قفای امامی که دندان طلا دارد نماز خواندن درست است یا نه؟ مخلص شما از واسه. از پس امامی که دندان طلا دارد نماز جایز است. نماز جایز است. دندان طلا چی برای زن چی برای مرد حرام است اگر بی عذر باشد. اگر عذر نباشد برای مرد چله طلا، برای مرد گردنبند طلا، برای مرد ساعت طلا، دندان طلا، همه این صراحتا در حدیث حرام آمدگی هست. حرامان لذکور امتی و حلالان لنسائهم. در متن همون شرح الیاس هم که فتوا هست در اونجا هم این در کتاب کراهیتش این حدیث تحلیل کردن که حبیب خدا گفتن ابریشم همراه طلا و تمام مردهای امتم حرام گردانیدم و به زنهای امتم حلال گردانیدم. لیکن برای زنها انداختن گوشوار و گردنبند دستمانه جایز است. لیکن دندان طلا اگر برای زیبایی کرده باشد این حرام است در اسلام، اجازت نیست. حتی حدیثی را که دائما بهر شما گفته بودم که حبیب خدا جوانی را زیارت کردن در دست او چله طلا دیدن. چگونه که امروز جوان مردای ما و شما هم چله طلا دارن، نماز خوانن، بچه های خدا ترسن، ذکرگو هستن، لیکن چله طلا دارن، دوست می‌دارن چله طلا را. لیکن پیغمبر خدا اون چله را چیکار کردن؟ از دست این جوان گرفتن، از چله را دور پرتافتن. وقتی حبیب خدا از نزد اون جوان دور شد رفیقای او چی گفتن؟ گفتن حبیب خدا رفت، بگیر بردار از زمین، یا در دستت میکنی یا بر در خانه ذخیره کن. لیکن این جوان این جمله را که جوان گفت
باید این تمام آن برادرایی که در دست چله طلا دارند با خطهای زرین در خاندان نویسند، در بالای سرشان مانند. همون انسان‌هایی که چله طلا دارند با خطهای زرین این جمله این جوانه باید در خاندانشان نویسند. این جوان چی گفت؟ گفت والله، گفت قسم به خدا، گفت این چله را که حبیب خدا از دست من جدا کرد و در زمین پرتافت، اصلا و یا نمی بردارم. اگر چی نرخی و $1000 هم باشد، $2000 هم که باشد، من و یا از زمین نمی بردارم چیزی را که حبیب خدا پرتافته. این جمله ای بود که از زبان این جوانمرد خدا ترس برآمد. این باید در تمام جوانای ما این شعار باید. این جوانمردی نیست، این جوانمردی نیست که در دست من چله باشد که $3000 و $5000 قدر داشته باشد. من جوانمرد، انا همون جوانمردی را میگویم که در پهلوی برادرای فقیر ایستاده و مردم یاردم کند. مال داری، ملک داری، خوش به حالت، من طرفدار شما هستم. من دائم دعا میکنم که خدای مهربان تمام مردم تاجیکستان را بای بگرداند. دائم دعای ما این است. ما نمیخواهیم که شما کم بغل و فقیر باشین. چگونه پیغمبر دعا کردند اللهم انی اعوذ بک من الفقر، پروردگارا از کم بغلی به سوی تو پناه طلب میکنم. این دعای پیغمبر بود. ما هم پناه طلب میکنیم که خدا شما را اصلا فقیر نکند. لیکن شرایط داری، دولت داری، مال داری، خوش به حالت، خدا باز دولت تا زیاده گرداند. لیکن برادر و اولاد و اجداد، بعضی همون چله‌دارها باور کنین پدرش گرسنه است، مادرش گرسنه است، خانه دادرش از سالش خطی باور که خبر نمیگیره، تمام اولاد و اجدادش از او شکایت داره و لیکن در دست یک چله هست که اگر شاید که ما و شما برداشتش نتونیم، یا در گردنش چنان گردنبندی هست که اگر در ترازو کشی شاید 2 کیلو بیاید، لیکن همت ندارد، همت ندارد. گفتی همون شاعر دولت را فیل بردارد میانش میشکند، دولت اگر فیل برداره میانش میشکند، همتت را پشه هندوستان برد. یک چنان همت داری که یک پشه بگیره هندوستانش میبره. تو همت داری، تو جوان مرد باشی، مرحمت. امروز راه های کمک خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. امروز برادرای تو نصرانی شده ایستادند. امروز بیماری های داریم، بیچاره ها که میگوید 100 سامان در کار که همین چشم جراحی کنم 100 سامان نمییابد. در همون محله زندگی دارد که شاید که چندین جوانمردی چله‌دار باشد. مرحمت، انا راه کمک، راه ثواب. این ملامت نیست، این تحقیر نیست. باز یکان تا شما خفه نشوید. دندان طلا اگر داشته باشد امام، از پسش نماز خواندن درست است، درست است. والاولا بالامامتی اعلم بسنتی است، ثم الاقر ثم الاسد. همون عالمی که اگر دندانش طلا هم کی باشد لیکن عالمی بس سنت است، از همه مسئله و مسائل شریعت درکدار است، قرائت خوب دارد، تقوا دارد، از پسش نماز میخوانیم. لیکن این عمل همه شما دانید که اسلام طرفدار دندان طلا نیست، طرفدار چله و طرفدار گردنبند نیست. حتی همون جوان چی گفت؟ گفت آیا میخواهی که پارچه آتش دوزخ در همین دنیا در دستت کنی؟ یعنی این چله طلا گفت روز قیامت گفت به آتش از آتش دوزخ مبدل می شود و در انگشت تو داخته می شود. داری، خوش به حالت بر ذخیره کن، در پهلوی همون پولهایی که جمع کردی در پهلوش بگذار، یه روز در کارت می شود. خرید و فروشش گناه نیست، فقط در بر کردنش گناه است. اگر تجارت هم که کنین طلا، تجارت طلا درست است. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من یک مخلص شما هستم. عاشقان را اسلام چی میگوید؟ عاشقان را اسلام
سخنی سخت نمیگوییم. عاشقی این جایز نیست در اسلام. دادرای عزیز، جوانای عزیز، عاشقی خود معنی ندارد. هر کسی را که شما میخواهین که نکاح کرده گیرین، شما را اسلام رخصت داده است که رفته چهره وی تماشا کن، رو وی ببین، خوب است، خوب صورت است، بد صورت است، خوش سخن است، بد سخن است، همه اینها را از تجربه بگذران و بعداً چیکار کن؟ و نکاح کرده بگیر. لیکن اجازت نمیدهد اسلام که تو با او دستی به دست کرده و ماها و سالها با او یک جایه بگردی و آخر آمده بعد نکاح کرده گیری. این حرام است در اسلام، اجازت نیست. شما وقتی یک دست یک دختر را می قپین، من به همه شما یک سخن را می رسانم، فقط خواهر خودتان پیش چشم بیارید. فقط خواهر خودتان. وقتی تو دست یک خواهر برادر می قپی، هیچ وقت نیتی تو نیتی پاک نیست، تو دروغ میگوی. با دلی صاف، این دلی تو صاف میشد، دستی او دختر قپیده و فشرده و از دستی او راحت نمی بردی. او دلی تو خیلی دلی غجد است، او دلی تو خیلی دلی سیاه است، او را من میبینم، من میفهمم. تو دروغ میگویی. وقتی دستی او را قپیدی، تصور کن که یک رفیقی تو دستی خواهری تو را میقپد، خودت را چه خیلی تصور میکنی؟ مادام برای خودت که نمیخواهی، برای برادر مسلمان تم نخواه. یک برادر تم بیچاره را در غم اندون افتان، تا که فردا یک رفیقش میگوید میدانی خواهرت با فلانی دیدم. خیلی آدم غمگین میشود، ناراحت میشود. از این خاطر اسلام عاشقی را هیچ وقت جایز نمیگوید. حتی شما تلفنی هم صحبت داشته باشید، اسلام این حرام میگوید. تلفنی، زیرا صدای زن خودش ریاکسیا دارد، خودش یک وجود آدم را ویران میکند. با تلفن حتی همراه او صحبت نکن. حبیب خدا به تمام جوانها سفارش داد: یا معشر الشباب، ای جوانهایی که شما زنگیرین، شما زنخواه هستین، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. کدامید که اگر قوت داری، پول داری، زن بگیر. و باز گفته است پیغمبر: ای مردم دختردار، مهر دخترتان بلند نکنید. بهترین زن همون زنی که مهرش کم است. دختر تا نرخ قیمت نمان که آیسته آیسته پای مردم دیگر از دروازه تو کنده می شود. این دختر است، او شهوت دارد و هم شوهر می فارد، روز از روزها تو را به آب رو می کند با این نرخ نوایی که تو در او دختری خود گذاشتی. جوانها را می گوید کدامت پول داری، مال داری، زن بگیر. فإن لم یستطیع، ای حبیب خدا اگر نداشته باشیم چی؟ فعلیکم بالصوم فانه وجاء. گفتن جوانای عزیز، مادامی که نداشته باشین، خدا شما را صاحب مال و ملک کند و دخترها را، دختردارها را خدا انصاف دهد. شما روزه گیرین تا که شهوت شما، همون شهوتتان با واسطه روزه شکسته شود. روزه بگیرین. گفت روزه شما را مانده میکند، روزه شما را شکسته میکند، همون طغیان شهوت از بدن شما دور میکند. این از توصیه پیغمبری خدا. تعجیلی مخلصی شما از شهر دوشنبه. السلام علیکم حضرت حاجی میرزا، ما مخلصان شما از شهر دوشنبه با زیارت شما آمدیم. از شما خواهش میکنیم که در حق اهل عائله ما یک دعای خیر میکردید. بعدا با یک سوال با شما مراجعت میکنم. من $2500 امریکایی با یک برادر اسلامی دادم. 1 سال میشود که وی پول مرا بر نگردانیده است. من از همین پول زکات میدهم یا نه؟ اولا پروردگار مهربان، آن مراد و مطلوبی که در این عائله هست خدایا با فضل و کرم خودت برآورده بگردانی. آمین یا رب العالمین.
و دیگر این برادری که $2500 داده است، تا حال بیچاره پول گرفتن نمیتواند و از این پول زکات میدهد یا نمیدهد؟ البته زکات میدهیم. اگر پول ما و شما در دست مردم در قرض باشد، تا زمانی که وی گوید که نه من نمیدهم یا گوید که من پول تو را نگرفتم، تا این زمان ما از او پول زکات میدهیم. یعنی وقتی ما پیشش میریم پول ما نمیدی یا نمیدهی، میگوید که میدهم، یک ماه پس میدهم، یک سال پس میدهم، تا همون زمان ما زکات او را دادن میگیریم. اگرچه پول در دست مردم هم که باشد و مال ما هست، از این خاطر از آن پول ما و شما زکات میدهیم. برادرای عزیز، شما با کسان داد و گریفت کنین که این گونه شما را ندوانند. با برادرای یار رفیقی کنین که از خدا میترسیدگی باشد، تا که امروز شما سرگردان نشوین. بسیاری برادرای را دیدیم با یکدیگر رفیق بودن، مناسبتشون با واسطه همین قرض و پول با همین مناسبت هاشون ویران شد. برای همین شما پولهاتون همه وقت در شخصای دهید که اونها ایمان به الله دارند، ترسی از خدا دارند و شما باوری کامل دارین از اونها، این حالت با اونها داد و گرفت پولی کنید. السلام علیکم. داملای شیرین سخن بابای حاجی. من یکی از مخلصان دائمی شنونده شما که در ناحیه مومن آباد زندگی دارم، از شما سپاسگزارم که در حق ما دعای کنید که ما به همسایه بد گرفتار هستیم که مدت 1 سال است که با ما جنگ و جدال دارد. من از کاسیت 56 شما در مسئله همسایگی گفتگوی شما را شنیدم که این به من بسیار معقول شد و خواستم که مکتوب را با شما نویسم. خواهش مرا التماس رد نکنید، در حق ما دعا کنید. مکتوب مرا همین جمعه خوانید. من انتظار جواب و دعای شما هستم بابای حاجی. با احترام، یک زن از ناحیه مؤمن آباد. قیل یا رسول الله این فلانه تصلی لیلا و تصوم النهار و تؤذی جیرانها بلسانها، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا خیر فیها هی فی النار. این برادری ما کسی باشد در یک همسایه خیلی بد گرفتار شده است و میخواهد که با واسطه دعای ما و شما از این همسایه بد نجات یابد، از دشنام اون نجات یابد. این حدیثی که الحال برای شما خواندم، این حدیثی هست که نزد پیغمبر خدا یک نفر آمد گفت ای پیغمبری خدا، یک نفر شب تا به روز نماز میخواند، روز باشد روزدار است، لیکن همسایه اش را بسیار آزار میدهد. در حق این گونه انسان چی میگویی؟ حبیب خدا چی گفتند؟ لا خیر فیها هی فی النار. گفتند آن نماز شبش و این روزه‌ای که در روز میگیرد نیست خیر در اونها، با او خبر دهید که وی دوزخی هست. کسی که در پی آزار همسایه هست. ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه. حبیب خدا را حدیث صحیح است. هرگاهی که جبرائیل پایان میشد نزد من می آمد، مرا از حق همسایه داری خبر میکرد. دائم در حق همسایه داری مرا تاکید میکرد. گمان بردم این که انسان وقتی از دنیا میگذرد همسایه از همسایه میراث میبرده باشد. تا این قدر گفت حضرت جبرائیل مرا تاکید کردن. بسیار بد است برادرای عزیز. هر کدامی که شما همسایه دارین، خوب است ناخوب است، با او معامله خوب کنین، کاری کنین که با او رفت آمد کنین. خداوند این بنده که از این جمعیت ما دعا طلب کردند، خدایا به همه مراد و مطلوبش موفقش بگردانی و همه خصلت‌های ناخوب این همسایه را
خدای مهربان از بدن او جدا کنی و در عوض این خصلت‌های بدش خداوند به او حلم و به او نرمی و به او انصاف نصیب بگردانی. آمین یا رب العالمین.